بر شما همراهان عزیز چنل یوتیوب AFG Coin Fans. در این قسمت با شرح وایت پیپر رسمی AFG Coin در خدمت شما هستیم. AFG Coin وایت پیپر رسمی، نسخه شماره 1، دفتر مرکزی، مسقط، عمان، بنیانگذار امرالدین دولتزی. چکیده AFG Coin گامی انقلابی برای بازتعریف امور مالی غیر متمرکز و مالکیت دیجیتال است. ابتدا بر بستر زنجیره هوشمند بایننس BEP20 ساخته شده است و هدف آن ایجاد یک اکوسیستم بلاکچینی قدرتمند است که کاربران را از نظر شفافیت، آزادی مالی و ثبات توانمند می‌سازد. این مقاله سفید ساختار اصلی AFG Coin، مکانیزم‌های استیکینگ، توزیع توکن‌ها و نقشه راه آن برای راه‌اندازی بلاکچین مستقل خود AFG Chain را معرفی می‌کند که تحت مدل اجماع Proof of Stake POS کار خواهد کرد. AFG Coin فاصله بین نوآوری بلاکچین و گنجاندن مالی دنیای واقعی را پر می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد که به صورت امن در یک محیط غیر متمرکز کسب درآمد کنند، استیک کنند و تراکنش‌ها را انجام دهند. مقدمه: از زمان پیدایش بیت کوین در سال 2009 بازار مالی دیجیتال به یک نیروی قدرتمند تبدیل شده است که اقتصاد جهانی را متحول می‌کند. با این حال، بیشتر سیستم‌های بلاکچین هنوز با مشکلاتی مانند مقیاس پذیری، هزینه‌های تراکنش و ناکارآمدی انرژی مواجه هستند. AFG Coin برای حل این چالش‌ها با ترکیب شفافیت، ثبات و نوآوری تأسیس شده است. این پلتفرم امن و مبتنی بر جامعه ساخته شده بر روی بایننس اسمارت چین به کاربران این امکان را می‌دهد که توکن‌ها را استیک کرده، کسب درآمد کنند و به راحتی تبادل کنند. AFG Coin تنها یک توکن دیگر نیست. این یک چشمانداز بلند مدت برای ایجاد یک اکوسیستم کامل است که شامل بلاکچین اختصاصی AFG Chain، صرافی متمرکز AFG Exchange، کیف پول غیر متمرکز و سیستم‌های درآمد مبتنی بر متاورس می باشد. چشمانداز و مأموریت: چشمانداز AFG Coin ایجاد یک اقتصاد دیجیتال امن، شفاف و سودآور است که برای همه قابل دسترسی باشد. بیانیه مأموریت: قدرت بخشیدن به سرمایه‌گذاران جهانی با یک سیستم مالی غیر متمرکز که ترکیبی از فناوری، شفافیت و فرصت است. اهداف کلیدی: ایجاد یک پلتفرم سرمایه‌گذاری مبتنی بر بلاکچین، فراهم آوردن درآمد غیرفعال عادلانه و پایدار از طریق استیکینگ، گسترش به صنایع دیفای، وب3 و متاورس، ساخت یک برند جهانی معتبر و قابل اعتماد. معماری بلاکچین: AFG Coin در حال حاضر بر روی بایننس اسمارت چین B20 که به دلیل سرعت، هزینه‌های پایین و سازگاری با قراردادهای هوشمند شناخته شده است، عمل می‌کند. با این حال، تیم توسعه AFG در حال کار بر روی راه‌اندازی AFG Chain، یک بلاکچین مستقل است که بر اساس مکانیزم Proof of Stake POS ساخته شده است. مزایای کلیدی AFG Chain: کارایی انرژی. POS مصرف برق را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. مقیاس پذیری بالا، قادر به پردازش میلیون‌ها تراکنش است. امنیت: نودهای اعتبارسنجی اعتماد شبکه را تضمین می‌کنند. سازگاری با EVM: توسعه دهندگان می توانند دی اپ های مبتنی بر اتریوم را به راحتی مهاجرت دهند. هزینه های پایین تراکنش، ایدئال برای پذیرش گسترده و پرداخت های جهانی. قراردادهای هوشمند اساس عملکرد AFG Coin را تشکیل می دهند. این قراردادها خود اجرایی تراکنش ها، استیکینگ و جوایز را با شفافیت کامل خودکار می کنند. هزینه‌های پایین تراکنش، ایدئال برای پذیرش گسترده و پرداخت‌های جهانی. ویژگی‌ها: کد تغییرناپذیر که اجرای بدون نیاز به اعتماد را تضمین می‌کند. توزیع خودکار جوایز، عدم دخالت دستی، پیگیری شفاف بر روی بایننس اسمارت چین،
انتقال به AFG چین، مقیاس پذیری بهبود یافته قراردادهای هوشمند، تایید چند لایه و ادغام با اوراکل‌های دنیای واقعی برای صحت داده‌ها را معرفی خواهد کرد. سیستم استیکینگ و جوایز. AFG کوین یک سیستم استیکینگ چند سطحی معرفی می‌کند که به منظور پاداش دادن به سرمایه‌گذاران بلند مدت و اعضای فعال جامعه طراحی شده است. ویژگی‌ها: مدت زمان استیکینگ انعطاف پذیر، روزانه، هفتگی یا ماهانه. محاسبه خودکار جوایز از طریق قرارداد هوشمند. برداشت فوری و شفاف جوایز. سیستم استیکینگ نه تنها ثبات توکن را ترویج می‌کند، بلکه یک اکوسیستم سالم و در حال رشد را تضمین می‌کند. توکنومیکس. نام توکن AFG کوین، نماد AFG، استاندارد BEP20، انتقال به AFG نیتیو، کل موجودی 1000 میلیون AFG. نقشه راه. مسیر رشد AFG کوین یک نقشه راه ساختاری یافته و شفاف را دنبال می‌کند که تکامل آن را از ایجاد توکن تا اکوسیستم کامل بلاکچین AFG چین شرح می‌دهد. هر مرحله نشانه‌ای از پیشرفت قابل اندازه‌گیری است که به تقویت فناوری، جامعه و پذیرش جهانی کمک می‌کند. لحظات برجسته توسعه. 2024 Q1 Q3. مرحله پایه‌گذاری، ایجاد توکن، پیشفروش، استیکینگ، ارتقاء سیستم. 2024 2025 Q1 توسعه برنامه، فهرسته شدن اپلیکیشن FG، انتشار چند نسخه، ادغام فریلینکام. 2025 Q2 Q3 گسترش کاربرد. راه‌اندازی قرعه کشی، سوزاندن توکن، کنترل عرضه محدود، محدودیت‌های خرید کاربران. 2025 Q4 راه‌اندازی بلاکچین و متاورس، کیف پول غیر متمرکز و سیستم درآمدزایی بازی. امنیت و شفافیت. بازبینی قرارداد هوشمند، برنامه ریزی شده با سرتیک Q 2026. برنامه پاداش باگ برای توسعه دهندگان و محققان امنیتی باز است. کاوشگر عمومی، شفافیت تراکنش برای AFG چین و توکن‌های BSC. کیف پول‌های چند امضا برای مدیریت خزانه و نقدینگی. نتیجه گیری. AFG کوین یک گام جسورانه به سوی یک آینده دیجیتال بدون مرز، فراگیر و امن است. با ترکیب کارایی بایننس سمارت چین و نوآوری بلاکچین POS خود یعنی AFG چین، این پروژه قصد دارد به یکی از ارکان مالی نسل آینده دیفی و وب 3 تبدیل شود. AFG کوین تنها یک توکن نیست، بلکه یک حرکت به سوی آزادی مالی است که بر اساس اعتماد، شفافیت و فناوری بنا شده است. این اکوسیستم بر کاربرد واقعی، حکمرانی جامعه و پایداری اولویت دارد و آینده‌ای می‌سازد که بلاکچین هم به سود و هم به هدف خدمت می‌کند. این بود شرح وایت پیپر AFG کوین نسخه